آیا مردها می توانند که نماز تراویح را تنها خوانند؟ برادران عزیز، اگر شما امکانیت در مسجد اشتراک داشته باشین، زیرا نماز تراویح در مذهب خودمان سنت مؤکده است، یعنی اگر نخوانیمش گناهگار میشیم، ولی جماعتش سنتی بگیم کفایه هست. برای همین یعنی اگر مبادایی که شما امکانیت مسجد باشد، امکانیتی بگیم که از پشت یک حافظ قرآن نیت کرده و در دوام این یک ماه کل قرآن گوش کردن باشد، این نور بالای نوره، این بهترین می شود. این لحظه را ای دست نتید. لیکن اگر آدمایی هستند که مثلا کارگرهای حکومتی هستند، یا آدمایی هستند که مثال مشغولیت های دارند که مسجد رفتن نمیتونند، یا در جماعت های علاهده اشتراک کردن نمیتونند، و این خاطر شما اگر در خانه تنها هم که خوانین حتما درسته، یعنی بخوانینش. هیچ وقت نگین که ایرا من دیر کردم ای مسجد، یا ایرا باید با جماعت خوانینی. تنها هم که خوانیش درسته. هم برگردن زنها هم برگردن مردها خواندن نماز تراویح سنت مؤکده هست. ولی امکانیت تا نبینه. کدام روزه که جماعت در رسیدین برین جماعت، کدام روزه که نرسیدین در علاهیدگی هم که خوانینش، یگان گناهگاری برای شما برادر عزیز ندارد.